این بانو در مدت نزدیک به 5 سال با استفاده از 180 متر پارچه تترون و 11.5 کیلوگرم نخ ابریشمی سرخ، سبز و طلایی رنگ قرآن مجید را دستدوزی و تکمیل کرده است. به گفته این بانو در قسمت بازخوانی و بررسی درست نسخه های دوخته شده قرآن شریف همسر و یک پسرش با او همکاری نمودند. در این زمینه گزارش داریم. انگشتان سرشار از نبوغ هنر. کیمیا بانویی که 60 سال دارد و مادر 3 پسر و 5 دختر است. او 40 سال پیش با خانواده‌اش افغانستان را ترک نموده و پس از مهاجرت در پاکستان و مدینه منوره سرانجام به ترکیه ساکن شده است. این بانو که سالهای زیاد عمرش را با گلدوزی سپری کرده، میگوید بزرگترین آرزویش دستدوزی قرآن کریم بود که به آن نایل شد. بانو کیمیا میگوید در سال 2016 میلادی کار دوخت نسخه های قرآن کریم را آغاز کرد و پس از 4 سال و 10 ماه دستدوزی آن را در 604 صفحه به پایان رسانید. با 3 تا کتاب جور شده، 3 جلد، یعنی هر جلدش 10 جز که 30 جز قرآن تکمیل شود، 10 جز و 10 جز آخر، 10 جز اول قرآن و هر کتابش هم 10 کیلو وزنش است، سنگینش 10 کیلو، هر کدامش کلا میشه 30 کیلو. در دوخت نسخه های قرآن کریم 180 متر پارچه تیترون، 8 کیلوگرم نخ قرص طلایی، 2.5 کیلوگرم نخ ابریشمی سرخ و 1 کیلوگرم نخ ابریشمی سبز کار گرفته شده است. در قسمت بازخوانی و بررسی درست نسخه های دوخته شده، همسر و 1 پسر این بانو با او همکاری کردند.